الان دوستانی که داشتن مدرسه ده کتاب رو نتیجه بودن بازش کردن از نظر زرافه‌ای می‌دید اگه یکی درست از دیدن ناخودآگاه ولی یک میلیون در تبلیغ شعر باشه خیلی زیاد نیست. من چقدر چی کردم؟ من صفحات کتاب رو باز کردم، کتاب بعدی که دانلود شده. این کتاب اول از نظر ظاهری ببینیم چی هست. گفته که صفت سفاشا سبزی ببینیم میلی ببینیم من ببینیم در میلی کتابانی از عرض این ظاهرا از اینجا دانلود شده در حال اینجا اومده و یه ظاهری کتاب بگیرید در رد بگیرید کتاب نوشته در چه زبانی نوشته به چه زبانی نوشته و تلاش بکنید بخونید ببینید چی هست. ظاهر کتاب رو که ببینید الان ما فکر میکنیم داخل جلد رو داریم میبینیم اگر اشتباه
کرده، ولی از اینجا صفحه های مقدار رنگش تیره تر میشه. احتمالا کاغذ یه مقطعی سفید بوده و بعد رنگش یه مقدار کدر شده، یعنی رنگ کاغذ خودش کدر بوده. ولی همون 4 تا ایرادی که گفته بوده هنوز این کتاب با ما داره پیش میره. اوایل کتاب چند تا حاشیه نویسی دیدیم، ولی دیگه هر چقدر جلوتر میریم کتاب چیز نشده. حالا من در اینجا حاشیه اطراف کتاب رو هم میبینم که متن رو در داخل 1 2 3 4 5 احتمالا 5 تا خط کشی و یکی هم طلا رنگ آمیزی، رنگ طلایی زده شده از اونها و تلاش کرده به کتاب زیبایی و جالبی هم بده. هر چقدر جلوتر میریم احتمالا این کتاب کمتر خونده شده یا اصلا خونده نشده و نوشته هم نشده. اطراف چیزها رو نوشته شده، ولی دوباره هرچه آخرتر میریم میبینیم که کتاب آسیب دیده، پاره شده، آب رفته توش، متاسفانه. ولی خط همون هست، شیوه استفاده از رنگ آبی و قرمز همان هست. در حقیقت 3 رنگ قرمز و آبی و رنگ اصلی که کتاب رو نوشتن سیاه یا مشکی هستش، گارا رنگ، قطع رنگ. حالا اینجا ظاهرا کتاب تمام میشه، ولی ما چیزی که باید این ناقصه کتاب، جمله باید ناقص بشه. حالا برمیگردیم اول کتاب ببینیم که این کتاب چی هست و صفحه اول چی میگه. اینجا با عدد 710 7 چیز زدن، خط زدن و یک 9 و 1 و 9 رو نوشتن و اونها احتمالا خط زدن. در 1316 در فروردین اینجا نوشته داخل کتابخانه چی اینجا سرموسا حسین نخجوانی مهر شده میتونیم ببینیم. احتمالا کتابخانه خود مرحوم نخجوانی بوده که بعد از یا تحت کتابخانه ملی تبریز داده شده. میبینیم صاحب چیز اینجا
عشق مظفر السیادت شاه اسماعیل این آدم. Walmart is helping you spend more time lakeside at the cottage this summer. Get $10 off your first 4 online pickup or delivery orders. That's $40 in savings. Just use promo code SUMMER40. Restrictions may apply. Visit walmart.ca for details. مصرع دوم اینجا اول بیت مصرع بیت دوم هستش، مصرع اول بیت دوم هستش و این پایین مصرع دوم بیت دوم هستش و بعد متن دوباره خلد الله تعالی سبحانه زل خلافته تلال خلافته و عدالته و احسانه و امتنانه و آثار براهین اسلافه الخواهین و الاولیاء الاوتاد
اینا در دوره اونها 14 بتون آمینون. حالا اینجا یه پن نوشته، نمیدونیم په هست یا فقط نقطه های چیز هست. من اینو میتونم دفنون آمینون خلایقی صدق ایله اخلاص بیش. حالا اینجا این کلمه رو بالا نوشته بیش دفت نمازدن سمره بیش و گش نمازدن زورا سمره اینجا بهتره. ببینید این از اینجا بهتره بخونیم، از به اینجا با اینجا خیلی فرق داره. این آدم در 1930
جلوتر، چون که این بعد از مرگش نوشته نشده که همزمان با مرگ Okay, you're on YouTube watching a classic Mitski video. But did you know there's a YouTube music app where you can discover هم جلوتر این کتاب رو نوشته باشن. خب این کتاب به هر حال نزدیک 500 سال عمر داره. این کتاب حدود 500 سال عمر داره اصلش. حالا این که ما این نسخه‌ای که الان ما در دستمون عجبا این نسخه اصلی هست یا نسخه فرعی نمیدونم، ولی دوستان وقتی ما به کتاب ها مراجعه میکنیم من هیچ آموزشی در این باره ندیدم، فقط اون چیزی که در این 150 جلد کتاب معرفی کردم تا الان خودم تلاش کردم بخونم، بر اساس ذهنیتی که برام از این کتاب ها پیش اومده اینه که کتاب هر چقدر جلدش و ساختارش و اینها نفیستر، یعنی که به اصل کتاب نزدیک‌تر. چون مثلا اینو شاه دستور داده نوشتن، اینو تصحیح کاری کردن، خطاطی کردن، جلد خوب گرفتن، روش حقاطی کردن، احتمالاً هم تلاوت کردن، یک کارهای اینجوری، ولی نسخه‌های بعدی اینها رو نداره. نسخه‌های بعدی حالا یه نقاشی‌های خیلی فرق می‌کنه، حالا نقاشی کشیدن، ولی سرزمین پارس‌های دو دسته وطن‌های تاریخی خودمون رو تبدیل دشمنان می‌کنیم. افغانستان مرکز یکی از مراکز اصلی تمدن مکتوب ترکی بود. ما حق نداریم افغانستان رو دو دست برداریم و میگیم که افغانستان هرات مرکز حکومت‌های من به نظرم برای این نوشتن کتاب در گذشته بسیار گران بوده، الان هم بسیار گرانه. الان اگه من بخوام یک کتاب بنویسم حداقل باید 3 ماه کار بکنم. حداقل اگر یه حقوق مثلا $5,000 در ماه بگیرم حداقل $15,000 فقط نوشتن منه. بعد این میره تایپ میشه، فلان میشه، بهونه میشه الان. و بعد این کتاب الان نوشته که میره چاپ میشه و هزاران جلد میگیره اون کتاب چاپ میشه بره فروش برسه. حالا یه چند درصد رو بنویسید ببینم وقتش رو ناشر و اینها برمی‌گرده، فروشنده و اینها برمی‌گرده. حالا ولی در گذشته کتاب رو این شکلی که چاپ نمی‌کردن. کتاب رو مثلا من نوشتم، حالا دستخط من رو هر روز خود من حالا این خودش 2-3 ماه طول کشیده. هر پولی که این 2-3 ماه حقوقش هستش اینو باید بهش بدن.
به اضافه کاغذ و اینجور چیزا. حالا این کتاب بشه خودش یه مراحلی رو باید طی بکنه که این جلد بندی بشه، حاشیه دوزی بشه، نمیدونم شیرازه بندی بشه و اینها، جلد بندی بشه و اینها و تبدیل بشه به کتاب قابل خواندن. خود این احتمالاً هزینه کتاب سازی یک کتاب از خود نوشتن کتاب کمتر، خیلی کمتر نباشه هزینه‌اش. و بعد حالا هر کسی بخواد از روی این کتاب دومی که نوشته شده بنویسه، اینو باید یک کرایه بکنه، پولی بده، نمیدونم مکانی بکنه که در واقع اون نکته نیستش که این کتاب رو بگیره امانتی دوباره از روی کپی کاری بکنه، دوباره اینم 3 ماه 4 ماه 5 ماه طول می‌کشه کپی نوشته بشه و این پول هزینه بسیار سنگینه. حالا اگر بخوان اینو طلاکاری بکنن، جدول بندی بکنن مثل این کتاب، هزینه‌اش خیلی بالاتر. حالا اینجا رسیدیم صفحه دوم، اینی که دستمون هست تو درویشی. دوباره نگاه کنید، حالا یه پ گذاشته تو درویشی. سوم شاهی الهی که عالم احیلون دور پادشاهی، سلاطین اشکینده بنده گل سلاطین اشکینده بنده گل زلال دولتی پاینده گل. این قبلا یه جایی این همین کلمت در یکی از کتاب‌ها دیدیم و من نتونستم این رو بخونم. اینجا بهتر خونده میشه گل. احتمالاً گلماخ، کلمه گلماخ و که رایجه در استانبول به جای گل که میگن کل، این دوتا رو با هم آورده ترکیبی. نمیدونم، شاید این کلمه مستقلی که من نمیدونم. سلاطین اشکینده بنده گل زلال دولتی. زلال اینجا به معنی سایه. زلال دولتی پاینده گل. جهان عدلیه معمولیه تباسی ارچسته دوریه. تباهی، تباه همین نابودی، تباهی ارچسیدن دوریه. آنون اینجا پاره شده، آنون عالمده روالت kimin nurkarları sultan Halid. Kimin nurkarları sultan Halid. İki alem دوباره پاره شده. ایله نه که ترسم آنا واصل ایله فتوحی لعظتر آنا نصیب ات. فتوحی لعظتر آنا نصیب ات. İmamlar semti himmeti ana ragibet.
وردی دوباره همینجا همین کارو کرد. یقینیdir dürüst و dini ağrı. یقینیdir dürüst و dini ağrı. ağrı گفتیم که خالص. وقتی خالص رو چیزی اولش ناخالص باشه این رو از هم جدا بکنید، خالص و ناخالص مثل گندم رو از هم جدا کنید آری میشه. حالا اینجا میگه که یقینیdir dürüst و dini ağrı قانون بیشتر معینی کرداری قانون بیشتر الان همین که ما داریم الان در ترکیه میگن بیشتر بود این بیشتر این کار نیست داریم بود اینجا این همینو اینجا هم به کار برده ما سنده در فرهنگ سفری دوره سفری در آذربایجان هم دیگه در کار موجود داشته ولی ما اینجا امروزه فقط پیش به معنی کار بکنیم حتی که در تشکیل نبود قانون بیشتر مدیری کرداری قانون نگاه کنید همین قانون رو بازم میگیرم چرا من دیگرشون بازم میگیرم نگاه بکنم قانون سادا نزدیک کردیدن اون این قانون امکان همه یعنی همه باشید در همه کلمه این در همه مثل یکی قبلی و مثل اول مثل بعدی من این رو میبینم که قانون به مفهوم قانون بیشتر مدیری کرداری قانون ساداتی گفتو تربیت بود اولار قر و وردی جب مال و تجمل اولار از وردی اولار از وردی جب مال و تجمل اینجا دوباره متاسفانه از بین رفته آنون سعی نامو حالا حدیده ایشون بود تمام جهدی لند و نام چندون سطنوبا اینها هر چیزی اینجا هم کتاب در جاهای مهم با در جا که نمیزن این عمدی به نظر میاد عمدی به نظر احتمالا که اینجا رو با یه چیزی که رو سراغ کنم مثلا چیزی که به ذهنم میاد اینوار مثلا جنگ این پدراف رو یکی نگزه زده این پدراف رو بالتن به نحوه زنده جا با گازما با بلند زدن مثلا به نظر میگه چیزی تصمیم نمیده ولی میدونم چه بسید فقط رو نداشت من این چیزی رو چیزی رو اندازه میدونی چه پایدی نداره بگم دفاع کنم بلند زدن ولی عزیزه نگاه میدیم و اینجا هم همینطور نگاه کنید اینجا افتاده اینجا این پارگی وجود داره اینجا همون پارگی و اینجا اون هست اینجا همون خب به هر حال این که قالب اینجا اینجا صفی الله فلان زدن با سوب دوروندان بگانم دوروندان بگون زدن با سوب دوروندان گتانم از دوروندان احتمالا این مخه جایگاهی که طرف روزه استثنی هر چیزی که داره اونجا وجوده گل بالحق آنو وجوده گل بالحق آنو دو نونی اینانمایان نونی نگاه کنید اینجا به جای ب از م اسم نوشته نونی اینانمایان به جای که بگه نونی اینانمایان گفته که نونی اینانمایان گری کاموک بود حالا اینجا نگاه کنید کاموک چی هست ببینم چی یعنی
آقا به معنی جهنم، عذاب هست، زندان هست. این وجود جنگ دو حق تانو حق تانو وجود جنگ حق تانو جنگ دو حق تانو دو muni inanmayan biri tamuttur. Gece taat kılır, gündüz adalet. Gece taat kılır, gündüz adalet. Verir halbi cehalet, istimalet. İstimalet ستمخواهی. اگر یکی ظلم شده باشه میاد به من توز افشان برای مورد اون ظلم. سفید و اسیانون مذهبی دون خلافت معدنینون جوهری دون آنا توفیق طاعت حق دون خلافت دونی تنگری گدرب دون آنا توفیق طاعت حق دون خلافت دونی دون الان ما فقط برای ملاها این لباسی که زیر چند طبقه حدسی گرفتیم دوباره یعنی چه طرف چه از بالا از اینجا دونیم ببینیم یه دون سالها در گذشته دون لباسی که از اینجا تا اونجون حالا ممکن که چند با دونه داشته باشه و اینجا هم بستنش آستینش هم دونه داشته باشه یا حالا به ترتیب نداشته باشه فقط اینجا درمی یا از سر تا با داشته باشه. بعدا در زمان شکلتونش رو گذاشته ماکسی این از اینجا نداشت بازوهاش نداشت بهش میگفته ماکسی این دونه. حالا در گذشته مردهای به خصوص اداری تحت بالا هم این لباس رو می‌پوشیدن. الان در سریال‌هایی که نشون میدن نشون میده که لباس‌های بلند می‌پوشن مثلا یه لباس سفید پوشیده از بالا به پایین مثل کفن اون دون. حالا دون اینو داره اینجا میگه آنا توفیق طاعت حق برib دون خلافت دونی تندری گیدرب دون. اون دون خلافت رو این لباس خلافت رو تندری الله نمیگه خدا هم نمیگه تندری گیدرب دون خداوند به اون پوشونده. حالا پوشیدن از طبیعت پوشیدن نمیشه نه اون مفهوم رو میگه گیدرب دون متعدی بگیره خداوند داده به یکی اون به این لباس رو داده بپوشه یا کمکش کرده به که اینجوری این داشت خودش نمیتونسته بپوشه غیر این مفهوم خودش نمیتونسته بپوشه یکی این رو به من به حمدالله کیم آنون دولتیدن جهان عالی آینده او غزه زحمتیدن عمری زحمتیدن و حمدالله کیم آنون دولتیدن جهان عالی عمری زحمتیدن گر قزل باش نهازم چگر هیچ قزل باش نهازم هیچ باره حالا غلام و هست هر چیز اگر هیچ قزل باش نهازم یا پر یا روز کشی یا نتاسد یا پر یا روز کشی یا نتاسد این یک یالغوز کسی که ازدواج نکنه kimin var cümlesi maniye varmak yani ne varmak kimin var zümbesi yani ne varmak her altınca bir altınca anı malın aparmak
کی جرأت داره که از این کشی بشه؟ Kiminin varlık cümlesi zomre طایفه و قدرت و اینجور چیزا زمرسی جانی نه وارمق. ببین این چیزی که ما الان در آذربایجان استفاده میکنیم در زهرا هم تا اونجا که من بعضا میشنوم اونجا هم این مغ رو استفاده میکنم، وارمق. Bir altınca onun mali taparmak در طلا، حالا طلا هر قدری داشته آلتون همین به طلا آلتون میگن. ما در آذربایجان قزل میگیم. این زمان ایشون هم طهماسب هم این رو طهماسب شاه هم این رو آلتون میگه. این آلتون آنون مالن آپارنخ از اول دردگیه آلتون ببر. محمد مصطفی‌مون عزتیلند علی و تزانون اسمتیلند حسن ایچی جهانون مجتباسی حسین اول شاه دشت کربلاسی عباد اول آدم آن نبوت عباد اول آدم آن نبوت محمد باقر و فلان. حالا هرچی هستش دولت نبوت هرچی هستش اینجا پاره شد به حق جعفر و موسی فاضل. اینجا رضا و چی تازه قاسم. اینجا دیگه نمیشه نقی بیلدر نقی تقیی بیلدر نقی و عسکری هم محمد مهدی و شاه رو که دارن. حالا اینجا مساوی نمای 12 خانه رو داره میشمره. حالا اینجا قاسم هم دید نفر که اون قاسم به چه معنی هستش. احتمالا تاوه واسه داماد تاوه واسه میچین چیزی باشه معنی میشمره فرزند امام حسن امام حسین در تنبود قاسم نمیشه شاید تو اینجا قاهده نمیده. Bunlar bunun tabii ki yağıyor. Bunlar bunun hakiki için yağıyor. Amanda saklacı tahması çağır. اینجا چیز به معنی بو. Bunlar tünün hakkı. Bunlar tünün. Hala tünün احتمالا به معنی تن در زمانه ترکی در نحوه فرنچی. Bunlar nunun, احتمالا nunun باشه. Bunlar nunun hakkı için Bunlar tünün hakkı için ya ilahi amanda sakla ki rahmansı var. Şahit. این حالا حرفم کی که به معنی اینه او به کار رفتن نصیبی فتیله پیروزی اینا نصیبی فتیله پیروزی اینا. اینجا فیروز به معنی پیروز اکی میها اونسا موزیگی هر دیگه دلش میخواد اون رو موزیش قرار بده. hani dini kimi dini dürüsttü. Dedi ki dinش درسته. تنش هم مثل دینش درسته. hani dini kimi daim dürüsttü. عدو mümkün. حالا اینجا نگاه کنید اون بالا تنین اینم تنین هستش. عدو mümkün bunun tedbiri süsle. این تنین چی هست؟ تümün هم میتونه باشه. تümün. Bunlar tümün hakkı, tüm به مفهوم
الان در زبان ترکی که در استانبول و ترکیه رایجه، تüm به معنی همه، hamısı همگی، جملگی هستش. حالا این بولر tümün hakkı üçün، بولر tümün hakkı üçün، حالا این درست شد. Bunlar tümün hakkı üçün ya ilahi amanda sakla kil tahmasib şahi nasibi fethi ile firuzi eyle nekim dilxahi olsa ruzi eyle tani dini kimi daim dürüst et adil bu mülkü tüm tedbiri süst et. Tamam tedbir Osman'ış رو سست کرد. این کلمه رو تونستیم الان بخونیم. بخواد اینکه قصص ایجاد نشد در میان اینجا که داشتیم، حالا میتونیم کلماتی رو که قبلا نمیتونستیم بخونیم بعدا اونها رو در اثر تکرار و قرینه معنایی رو کلماتش بتونیم تصحیح بکنیم و برگردیم کلمه قبلی رو درست کنیم. این راه حل خوندن کتاب تجربه بر اساس تجربه من، راه حل خوندن کتاب‌های دستی خطی birinin o sefende takip konusu can var, birinin o tende takip konusu can var, cehandar illa gil hakim cehan var. بازم این کیل همونجا بالا که از این هستش همون حقیرlerinin bendesi ve dervişlerinin ayağı tutrağı و حقیقی حسین الکاظم خودشو معرفی کرد. نویسنده کی هست؟ محمد پسر حسین کاظم. حقیرlerinin bendesi ve dervişlerinin ayağı tutrağı محمد بن حسین الکاظم یعرف به نشاطی kim Şirazının şehrinde bir bucakta oturup tamam oğati acz و dervişlik ile Tanrı'nın taatiyle ibadetiyle icat kare şöyle. Hala neden? Sonra Hazreti Şah Alem Pənah'ın duasıyla kim ta حالا اینجا افتاده دوباره واجب و لازمdir مشهور علوم müminlerinin emiri ve muttebilerinin imami ve Tanrı'nın Habibi Esadullah Galib el-Müminin İbni Abi Talib sallallahu ve selam aleyhi ve alihi kelamının hükmü ile kim buyruktur? Zikr-ül Evliyâi yunezzilu rahmete, yani tercüme, yani hem yani neyse hem tercüme با آبی نوشته، یعنی ترجمه. حالا یه بیسم این کتاب هست متوجه شدید چی بود؟ محمد پسر حسین کاظم. حالا اینجا جایی که پاره شد فکر کنم که در مورد من فکر کنم عمدن اینو پاره کردم، جاهایی که مربوط میشه به این کلمات مهم اونجا مثلا اونجا در مورد چی صحبت میکرد این قسمت صفی الله که یهو پاره شد و اینجا هم داشت در مورد شاه صحبت میکرد که دستور داده. اینجا نگاه کنید دو تا سطر از بین واجب و لازمdir مشغول olarlar müminlerinin emiri ve müttegilerinin imamı yani her konuda şimdi Tanrı'nın rahmeti iner ânet. Bir ânede hem fani ve hem yarım lahze hest. Ânede her gün میشه ve در لحظه رحمت خداوند در اون لحظه وارد شدن در اون خانه وارد میشه رو یعنی
تصویر اولیایی کتابی مطالعه حالا این تمام اول کتابگر حقیقت شاهنشاهی اهالینی هدایت اهالینی تناهی سلطان این افضل براغی نعلیدی افلاکنون تاجنه لعل براق گندروردی. او اینا افعال متعدی اکثرا، من بعضی وقتا که نمیتونم بخونم علتش اینه که افعال متعدیه. یه مقدار اجازه بدید من الان این چراغ رو روشن بکنم. به نظرم هوا یه جوری شد با آنکه هنوز اول عصره، ولی به نظر اومد که من این عینک رو بزنم که بهتر ببینم. از افعال متعدی استفاده میکنه و متاسفانه من که در زبان ترکی تحصیل نکردم با افعال متعدی هم خیلی آشنا نیستم. اونم افعال متعدی 2 مرحله‌ای 3 مرحله‌ای، یعنی خیلی جالبه. اینجا مثلا من یکی رو دیدم، افلاکنون تاجنه لعل براق گندروردی، ارادت میداننده کرم. حالا اینجا دوباره مثل این که چیز شده، نون روانونون سمندی درناغه ملاحت توری هوری ایل رزوانونون رخسارنه ساید وروريدي وسالنون صبحی صادق نفسلی مع اللحونun مشرقinden urarlar idi. صورتی، حالا اینجا یه شعر مثل که میخونه، صورتی suresi bir ayet mani irdi. Bir ayet mani irdi. Alnının pertovi bir nur tecelli irdi. Ogati nün saati ile degayegi tangrinün
دعوتی اظهاری ایلن صرف olurdi. مرزغل نعتدلو کم گزلوده. حالا اینجا هر چی هستش مرزغل نقدلوگیم gizlüde nifak üzerinde idi. Anın ihlas kargahinde kimyanın خلاصسی پاره شده. دوباره اینجا هرچی هستش ایله ذکر خوابیندن ریزچینlik etti. İki alemin خلاصسی اولدی مرشدی حالا پاره شده از ثقلین سلطان العارفین و برهان الواصلین شعر. حمد و نع و منگبتن sonra ey mümin alışt eşit ihtimalen باشه eşit boyunca söz köylerem izhar صدق ایلن صفا. حالا اینجا هم دوباره خود شعر رو یه جایی احتمالاً چیز کرده آورده دوباره اینجا نشده دیدی پیغمبر منم ümmetlerim alemlerin var. حالا اینجا دیگه شعر من میخواستم یه مقدار ببینم که بالاخره این چی شد، کتاب چی هست، آیا خود شاه میگه یا این آدم خودش مینویسه. بذارید ببینیم. واردرور یعقوبنون اولادی کمی انبیا لا نبی بعدی گر buyur masaydi Mustafa. 8 olurdu ya şeksiz olurdu Nebi Hak Safi al Asfiya Tangri feyzi gapusi halgine çun açık durur. Bahre alur kısmetinden ger şişe gergeda حالا اینجا پاره شده احتمالاً یا افتاده نمیدونم شیسه گرجدا شاه سجرجدا شه سجرجدا احتمالاً اینجوری باشه. بهره آلور قسمتیندن گر شخص جرجدا اکمل المکملین و افضل المحققین مشهور الآفاق. سلطان شیخ صفی المله و الحق و دین اسحاق قدس الله سره العزیزنون سیرتی. حالا رسید یه جایی که چی شد؟ سیرتی اینجا تموم میشه. حالا اینجا یه چیزی نوشته بود نتونستیم بخونیم. احتمال میدم که این حاشیه که هستش در مورد اون قضیه باشه که نوشته، یا اینکه یه صفحه دوباره اینجا پاره شده برای اینکه اینجا میاد ادامه این مطلب نیست، به جای اینکه این مطلب باشه وارد میشه که ایچینجی فصل. اینجا یک صفحه حداقل یک صفحه افتاده. نگاه کنه ایکینجی فصل اینجا هستش. احتمال میدم بذارید ببینیم اینجا از اینجا میشه خون. گرد خاطر فاطرینده جدی کم چون حضرت شیخون تذکرسی کم اکثر روایتی حضرت قطب الاقطاب فی المشارق و المغارب مرشد السقلین الى الطریق تعالاب معنی دیگنن غواسی حضرت رب العالمین خاص الخاصی. حالا اینجا نمیدونم دیگه اینجوری باید این کتاب رو چرخوند، از اینجوری خوند اومد. من بذارید اینو میتونم تبدیلش بکنم بخونم. حضرت رب العالمین خاص الخاصی ولی خاصی لی مع الله حرمینون محرمی و حضرتی ل همدمی کهف المؤمنین و ملا للمسلمین سلطان الملی فی العالمین. حالا این چی هستش؟ سلطان المسلمی فی العالمین
سیدنا و مولانا شیخ صدر الحق و الملت و حالا این چیه موسا آدم الله برکته dilinden نقل eyledi ve hamrah Hazretinin sohbetinde Farsi dili ile yazılmış idi ve Türk talipleri ile Sufiler Parsi dili anlamazlar idi. Malum etmedikten faydasından mahrum kalırlar. Eğer Türkiye dönse tercüme olsa dönse Gamu Türk Gamu دوباره همونجا همه Gamu Türk müridler belki bütün Türkistan ademleri dikkat بکنید bütün Türkistan ademleri دیگه ببینید اینجا از ایران و اینا صحبت نمیکنه نگاه کنید میگه که معلوم ettiğinden faydasından mahrum kalırlar yani Türkler eğer Türkiye dönse Gamu Türk müridler belki bütün Türkistan در اون زمان یه مفهومی به نام ترکستان وجود داشته ترکستان آدمleri آندن faydeler görürler به غایت müstehsendir والله المستعان و علیه التکلان تاریخ تصنیف اینجا تاریخ کتاب رو نوشته بذارید ببینم میتونم این رو یه ذره بزرگش بکنم بتونم این کتاب رو اینجوری بچرخونم حالا بعدن تاریخ تصنیف به حمدالله که şeyhinin himmetinden bu نسخه صورت اتمام بولدی این کتاب تموم شده این مقدمه شو بعد این کتاب تموم کرده اومده تاریخ رو مقدمه رو نوشته که تا اینجا خوندیم این مقدمه رو نوشته حالا تاریخ رو به همین خاطر میگه که به حمدالله که şeyhinin himmetinden bu نسخه صورت اتمام بولدی تو şeyhinin hali oldi munde mezkur این شعره تو شیخونین حال اولدی مونده مذکور مونده همون بالا گفتیم نه به تبدیل میشه این همونه اینجا میگه که مونده یعنی در این مونده مذکور منون لتاریخی حال شیخ اولدی خال شیخ اولدی یا حال شیخ اولدی بس bu kitabının tertibi bir müqəddəmə ilə 12 babə mübəbbdir. حالا اینجا اون کتاب رو پس اینجا آورده پاره نشد اون کتاب میگه که پس bu kitabın tertibi bir müqəddəmə ilə 12 babə mübəbbdir. müقدمه حالا از اینجا مقدمه کتاب شروع میشه که اون مقدمه چی هست بذارید ببینیم میتونیم اینو یه ذره تغییر بدیم بتونیم بخونیم این رو این کارو میکردیم راحت‌تر میخونیم که 12 فصلdir. اولki فصلی حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم'nin خبریندن kim حضرت فلان اینجا افتاده احتمالاً این وقتی عکس میگرفتن اینجا رو متاسفانه درست عکس نگرفتن این افتاده ظهوریندن دلالت ایلر ikinci فصل حالا اینجا دوباره افتاده خبرینده kim حضرت ظهوره gelmedin نشانه وردی حالا حضرت شیخ قدس الله سره العزیز اینم که دو ناقص فصل ایلیان دین اول حالا اینجا شیخ قدس الله ایچی اینجا متاسفانه کتاب خیلی آسیب دیده متاسفانه خیلی آسیب دیده حالا اینجا دوباره اگر به چرخونیم میرسیم به اینجا ikinci فصل حضرت şeyhinin قدس سره doğduğu çağı keramatlarında doğduğu çağı keramatlarında üçüncü fasli viladetinin ahvalinde dördüncü fasli Hazreti Şeyh'in tüfuliyet çağının ahvali beşinci fasli o Hazretinin حالا اینجا هر چی بوده پاره شد طلب حالا چی 6. fasl o Hazretinin beynindeki hasre Şeyh Zahid'inin خدمتine حالا اینم چی بوده خوب خونده نشد 7. فصل
ol Hazretinin Kuddese sirru keramatlerinde kim Hazreti Şeyh Zahid'inin çağında Kuds ruhi zuhura gelibdir. 8. fasl ol Hazretinin halifeliği ve tövbe ve telgin vermek Şeyh Zahid Jahid'inin acarlı eyleyen icazeti ile Şeyh Zahid'inin icazeti ile 9. fasl ol Hazretün xirgesi şeceresi Hazreti Peygamber'e dakimin selamullah aleyhim. Hala اینجا چی میشه؟ 10. fasl Şeyh Zahid'in keramatlerinde 2 fasl ile 12 fasl evvelki fasl Şeyh Zahid'in hal müqeddemesi 2. fasl Şeyh Zahid'in keramatinde 11. fasl Hazreti Peygamber aleyhisselam ümmetleri Hazreti Şeyh'e irşadul amakinde. حالا اینجا باب شروع میشه دیگه. خب حالا یه مقدار این کتاب رو کوچیک بکنیم. من تا اینجا فکر میکنم که بیش از 1 ساعت 15 دقیقه تا اینجا وقت گذاشتیم. این کتاب رو یه مقدار خوندیم، قابل خوندن هست با اینکه کتاب خیلی آسیب دیده و در زمانی نوشته شده که متاسفانه من با اصطلاحات اون زمان اصلا آشنا نیستم. کتاب آسیب دیده، بعضی جاها رو نمیشه خوند، ولی کتاب با خطی نوشته شده که خیلی آسانه. آدم بی سوادی مثل من هم میتونه این کتاب رو به تدریج خوب بخونه. این یه کتابی هست در مورد تذکره بهش قدیم میگفتن، الان میتونیم بگیم که زندگی نامه. حالا اینجا دوباره این ادامه داشته، اینجا دوباره فصلها رو میشماره. جالبه که اینجاها رو بخونیم، خیلی جالب خواهد بود. ولی این کتاب 108 صفحه یعنی 216 صفحه کتابی هست. من با اجازهتون از هر 50 صفحه حدود 1 دقیقه میخونم، از هر 50 صفحه. خب اینجا ما صفحه 14 بودیم، بریم صفحه 50. اوکی، این صفحه 50 فقط ازش یکی دو تا جمله بیشتر نمیخونم. و کامل مرشدین خدمتine yetmek için xurremlik ile nişatten bu gayr ebsati ile bu bir esbati ile tey ederdi kim gökte iki seyyareler anun gerdine yetmezdiler ve yıldızlar. ببینید ulduz nemiye, این هم در همون زمان میگه yıldızlar ayağının tozu gözlerine çekerdiler. ستارگان هم گرد و خاک پای ایشون رو به سرمه چشمانشان میکردن. خیلی چیز تشبیه جالبیه. خب بریم صفحه 100 کتاب، نه 100 PDF. خب این 100 PDF هسته، 100 کتاب هستش. 30 talip gelip işlarlardı ve bir sığır oturur işçi talipler için boğazlanıp yemek ilarları bir katile
iş çağı bir qatlə iş çağı bir sığırı boğazlardılar ve yemekünün yarağını gördüler. Kim danda işçiler gelirler yastı namazın çağında yastı چیه؟ ببینید حالا ترکیه. ببینید الان ما میگیم که صبح namazı kılırım, nahar namazı kılırım, ikindi namazı kılırım, akşam namazı kılırım, yatmak namazı kılırım. ولی اینجا از اینا دیگه خبری نیست. در ترکیه اینا رو میگیم. حالا اینجا چی میگه؟ این کلمه نمازم که داریم میگیم اشتباه اینجا هم به کار برده. یاسته احتمالاً همون یاتماخ، یعنی دیگه خفتن namazı bazen ما میگیم ama yatmak namazı da ondan yaxçıdır. Yastı namazının çağında Hazreti Şeyh Zahid Kuddese Ruhu talipler falan meşgul idi. Hazreti Şeyh Safiyeddin Kuddese Sirruh beli alıp yalğuz ol falan üstüne varıp işinin samanı için işlemeye durdu. Bir saatten sonra tüm baktı 30 kişinin işi işlemiş idi. Cün Hazret Şeyh'ün kulluğuna kayıttı. Şeyh Zahid Kuddise Ruhuhum ol kelimatı da. Hala اینجا داستان دیگه. بریم صفحه 150 کتاب. 75 PDF میشه 150. خب اینجا Özge Yusuf'u çağırmak isterdi. Sağ ile sola bakar idi. Eğer Yusuf kuhi hazır değil olaydı, anı çağırırdı. Bir gün ana birisi ördü. Varmak, residen. Ördü yok gayret. Aynen torkudan gayri. Ehtimalen korku başı. Anın korkudan gayri. Pare olup düştü. Ve halak oldu. Bir mertebedir bu hamu kimse buna yetmez ya bitmez. حالا یه چیزی بذارید یه ذره اینو بزرگش بکنم شاید قابل خوندن تر بشه. منکر الوهنون کنگی. حالا اینجا دیگه میرسیم به اونجا. بریم صفحه. خیلی کتاب قابل خوندن هست. میخوام اینو بدم. در دوره صفوی نوشته شده. اوایل دولت صفوی هستش. شاه طهماسب اول هنوز زنده هست و داره چیز میکنه. حالا اینجا یه چیزی در مورد شیخ صفی دوباره دیدم که بریم صفحه 200 در است. 200 کتاب و 100 PDF. از اینجا بخونیم از کنار بیت. پرتویnden ayının ol gece çün gündüz oldu. Pertövünden ayının ol gece çün gündüz oldu. Kukudaki yıldızları yuxudaki ehtimalen. Kukudaki yıldızları gamı cihan afruz oldu. Afruz etti. Bu gece İbrahim'in hatirine geldi. Kim? Şeyh Safiyeddin Kuddese Sirruh dedi kim? Her kaçan kim bir işte aciz gale sen beni çağır. Kim? Ben orada sana gözü görüm.
sana gözü görüm imdi bunun heyran ve perişan kaldım. Pes dedim ya Şeyh Səfiyyəddin düşe mana belə vədə qıldın. Düşdə mənə belə vədə qıldın ki qacan kim mən dərmanda qacan kim yəni haçan kim incə qacan kim haçan kim mən dərmanda qalmış olam səni çağırım indi ol vaxtdır mürüvvət edib üstümə hazır ol. Bu sözler iken bir kimi gördüm kim havada gelir çok qal'a yaxın. Çün qal'a yaxın oldu Hazreti Şeyh Səfiyyəddini gördüm. Qəddəsə sirruh hem oldun hem o don ve kisvet ile ki Hazret Peygamberin aleyhisselam hala inde bana görünmüş idi. İhtimalince yuxusunda bana görünmüş idi. Bəs bana işaret eləyib dedi ki gel ben ileri vardım benim elimi tutup özüne çekti ben ol haletten mütehayyir olup bir hal bana vaqi oldu. Bəs hemen kim göz açdım özümü deniz qırağında nگاه کنید اینجا deniz رو به کار برده دیگه دریا به کار نبرده. Deniz qırağında gördüm. Pəs çıkapla içten bir yol bana gösterdi ببخشید ما الان در آذربایجان و در ترکیه gösterdi میگن در اینجا نگاه کنید gösterdi. الان این چیزی که ما در آذربایجان به خصوص در قرداغ به کار میبریم kim böyle var ol yol bir. خب اینم از این صفحه. بریم صفحه آخر کتاب و ببینیم که چرا این کتاب ناقص مونده. احتمالاً جلد اولشه. این کتاب رو من از بیت شروع میکنم این نیم صفحه آخر رو میخونم و این کتاب رو تموم میکنیم. به نظرم کتاب بسیار ساده نوشته شده. یه مقدار بعضی از کلمات ما الان در اثر زبان فارسی و تغییر زبانها که طبیعیه در اثر داد و ستد فرهنگی و تمدنی بین زبانها تغییر میکنه. ولی زبان ما در 100 سال اخیر تحت تأثیر آموزش زبان فارسی در مدارس و دانشگاه ها و محیط کار و اینجور جاها و همچنین در رادیو از طریق آموزش غیر مستقیم مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، کتاب، مجله، فیلم، موسیقی، کارتون، تئاتر، همه اینها باعث شد که زبان ترکی در ایران تغییرات بسیار زیادی به ضرر زبان ترکی، نه در جهت گسترش زبان ترکی، به ضرر زبان ترکی در جهت گسترش زبان فارسی. نه، ببینید وقتی زبانها دارن تعامل تمدنی میکنن با همدیگه، با زبانهای همسایه و زبانهای علمی و زبانهای تکنولوژیکی، یه چیزایی رو قرض میگیره، مال خودش میکنه و بزرگ میشه. ولی اگر یک زبانی دیدی که یک زبانی داره در تعامل با زبانهای دیگر نابود میشه، شرینک میشه و درون و بیرون این زبان رو، مغز و پوسته این زبان رو زبان خارجی میگیره، این زبان در حال مرگه. زبان ترک ها در آذربایجان جنوبی و در سراسر ایران، از ترکمن صحرا گرفته تا خراسان، تا بلوچستان و تا الاهواز و تا کردستان و تا خود آذربایجان و این وسط شیراز و اصفهان و یزد و کاشان و سمنان و اینها تا قم و تهران و اینها، همه اینها مناطق ترک نشین هست. نمیگم که مثلا اکثریت بلوچستان ترک نشینه، این ادعا رو ندارم، یا اکثریت عربستان ترک نشینه یا لرستانات و اینها، ولی
ترک نشینی در همه جا وجود داشته. ولی این زبان امروزه تقریبا میتونیم بگیم که در حال مرگ زبان ترکی. برای اینکه حداقل اگه بخوایم ما زبان آذربایجان رو بر چیز بکنیم، این یه سندی هستش دوره صفویه و شما حالا یه شاهی ممکنه شعر فارسی گفته باشه، ولی آقا این کتاب رو نگاه کنید، کتاب تاریخ مربوط به زندگی نامه پدران صفوی، شیخ جنید، حالا یا شیخ جنید یا هر کدوم اینها هست، الان اسمش هم خوندیم، این زندگی نامش رو به ترکی نوشتن. گفته که قبلا به فارسی احتمالاً بوده، نمیتونستن ترکا بفهمن، ترکستان نمیفهمید و در اونجا از مفهوم ترکستان استفاده کرد، نه از مفهوم ایران و از مفهوم مثلا یه چیزی. بیت چونکه بواجیده جانونون قدر yoktur derece dünyanın mal و متاعی دگمز olur terece. تره ما اصلا یه سبزی داریم میخوریم اسمش تره هست. البته امروز تره به هر چی سبزی که میخوریم میتونیم تره میگیم، به جای سبزی که واژه سبزی الان وارد زبان ترکی شده و به هر سبزی خورده، به هر چیزی که سبزی باشه و بخوریم بهش میگیم سبزی. در گذشته تره میگفتیم، تره. اینجا اونو گفته چونکی bu vadide canının قدری yoktur zerrece، احتمالاً درجه، dünyanın مال و متاعی دیمز olur ترجه، به اندازه مال و منال دنیا به اندازه تره سبزی خوردن ارزش نداره. و ناراده kim؟ حالا این ناراده kim heyran kalıp kendini bilenim olurdu. Boylu ihtimalen başı. Kendini boylu bilenim olurdu. Şeyh ana görüküp yolu gösterirdi. خب و ناراده kim حیران قالب، این ناراده احتمالاً هاراده، احتمالاً این نا نیست، هاراده ها. و هاراده kim حیران قالب kendiki yolu bilinmez olurdu. Bilmez olurdu. Şeyh ana görüküp yolu görsedirdi. Ta olacak kim? Ta olacak kim? Sırhaya Öddöle Alaeddöle'nin bir halifesi gördü sordu. Kim narabele, kim haraya gidersen dedi. Kim haraya gidersen dedi ya gidersen dedi diyorlar menden neçesi itüp. Develerimden neçesi itüpdür ardisre gezirem bulay kim tapım. Ol halife bir ağ cebe var peden cehbe. حالا این جهبه چی هست؟ احتمالاً bir جعبه چیزی باشه. خلیفه bir ağ cehbe var beden 2 çörek ana verdi. Arpeden Ağcebe var. Ağcebe ve arpeden
2 çörek ana verdi. Aminuddin oradan Sultaniye vardı. Aminuddin oradan Sultaniye'ye vardı ve 9 günde bir çörek yemiş idi ve yarım çörek here kalmış idi ya da meze kalmış idi. Anda bire Ahmet Sakkalunun zaviyesinde, حالا این یه زاویه داشته، یه جایی بوده یه احمد پسگالونون بیگالونون بقالون هم میشه بقالونون احمد بیگالونون، احتمالاً یه چیزی باشه، اسمی باشه، نمیدونم. احمد بیگالونun zaviyesinde gondi ve hiç kime elin suyla söyleşmedi. Elin söyleşmedi ve 3 günde mutlaka yemek yemedi. Ne kadar kim süfre getirdiler mültefit olmadı. Bire Bedrüddin dedi. Kim Hazreti Şeyh Kuddesi Sürreh düşte gördüm der خواب. Düşte gördüm. Kim buyurdu? Bedrüddin bu zaviyenin yemekleri onun kursağına layık değildir. Yaxşı vardı kim hemdi bes men ani evime aparıp özge yemek onun için getirdim. Ve fil cümle hamine yemeğe meşgul oldu. Sonra oturup başına geçmiş hikayetleri evvelden ahire dek bana söyledi. Ben dahi onun elin varmağa yola düştüm. Hemen kitap naqis mund دوستان. کتاب ناقص موند، یا جلد اوله یا اینکه صفحات بسیاری ازش از بین رفته. خب کتاب بسیار جالبی هست در مورد زندگی نامه صفی الدین اردبیلی هست. شیخ صفی الدین هست، نه جنید نیست، شیخ صفی الدین اردبیلی هستش، به زبان ترکی هست، خیلی ساده نوشته شده. من خطش بسیار جالبه. این کتاب حداقل این نسخه‌ای که ما میخونیم استناد میکنه که در دوره صفوی خود شاه طهماسب اول نوشته شده و به نظر من هم در همون اولش دلایلم رو گفتم چرا که کتاب خیلی زیبا کار شده. من اینجا نخهای طلایی رو میبینم که به زیبایی این جلد چرمی رو به کتاب دوخته و همینطور اینجا هم همین ها نخ طلایی هستن که کتاب رو دوختن. در خود احتمالا این نسخه اول کتاب هست ولی این جلد اولشه یا اینکه ناقصه. همونطور که در صفحه اول این کتاب ناقصه، احتمالا صفحات آخر کتاب یا ناقصه. اصلا کتاب ناقصه، خیلی ناقصه. ولی کتاب بسیار خوبی هست، قابل خواندن هست، با آنکه هر صفحه از 4 ناحیه آسیب جدی دیده، ولی کتاب رو میشه خوند، میشه بازسازی کرد، میشه لذت برد. خیلی کتاب جالبی هست، به خصوص از نظر لهجه آذربایجانی یا بگیم لهجه ترک‌های آذربایجان، ترک‌های مرکز. من اگر ترک‌ها رو به 3 قسمت تقسیم بکنم، بگم ترکان شرقی، ترکان غربی و ترکان وسط. ترکان شرقی از چین تا مثلا یه جایی که آذربایجانی ها وجود داشتن، فکر بکنید که مثلا از افغانستان بگیرید تا یه مقدار بالاتر شمال و از پایین تا میدونیم که تا خلیج کنگر، از اونجا تا قسمت‌های تا سوریه و عراق، یه قسمت‌های از اونجاها و یه قسمت بسیار بزرگی از ترکیه امروزی تا گرجستان، بخش‌هایی از گرجستان رو این قسمت آذربایجان و به نظر من
آذربایجان مرکزی هستش و مادر ترکستانه. برای اینکه اگر شما به اطراف نگاه کنید همه جا اسمش مثل تاکستان، ازبکستان، اویغورستان، همه جا اینجوری، الا اینجا میرسه آذربایجان میشه. نگاه کنید کردستان، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، تاتارستان، مغولستان، همه اینها رو استان داره دیگه، هندوستان و اینا، همه اینها استان داره. یعنی نسبت میده به یه جمعیت بزرگ و کوچیک، نسبت میده به یه جمعیت. یعنی میگه که اونها از نظر یه جایی اون نامگذاری شده، یعنی یه جایی خودش رو مرکز میدونسته، اونجا رو حاشیه میدونسته. در نتیجه میگفته آقا من آذربایجان، نگاه کنید آذربایجانستان نیست، ترکستان هم نیست، میگه من آذربایجان، حالا اونجا مثلا رومستان، اینجا که الان به ترکیه هست، اینجا مثلا رومستان یا روم بوده. یه ترک ها مال ترک بوده ها، روم مرزون اون روم داستان خیالی نیست. ولی مثلا دیگه بقیه رو نگاه کنید. یعنی اگه من جغرافیا رو براتون بیارم، اگر اینجا یه لحظه ما از طریق جغرافیا یه ذره هم بریم تو جغرافیا، نقشه کره زمین به زبان فارسی. حالا بذارید ببینیم میتونیم اینجا نگاه کنید. من تلاش میکنم که اگر بشه این نقشه رو بزرگ بکنم. کاش بتونیم الان اینو بزرگش بکنیم. نه این بیش از این بزرگ نمیشه. بذارید ببینیم اینجا اقیانوس اطلس، اینم آمریکا. وقتی بیاد اینجا دیگه نمیذاره اینو. ما چی بود اینجا؟ چی نوشته بود؟ حالا من این نقشه رو اگه بتونم یه مقدار خود این رو بزرگ بکنم اگه بشه. چقدر نقشه بدیه. خب ببینید اینه که دارم میگم. نگاه کنید اگه بتونیم پیدا بکنیم بقیه رو. اینجا هندوستانه، الان اینجا دیگه هند نوشته، اینو فراموش بکنید. پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، کرگزستان، ترکمنستان، اینجا چیز هستش. اینجا آذربایجان، این ایران آذربایجانه، این چیز نیست. عربستان نگاه کنید. حالا همه اینها تقریبا همین حالت رو داره. اینجا مغولستان، چین هم یه اسمی شبیه اون داره. همه اینها استان داره، یعنی مثل یه جایی که مثلا میگیم تاکستان، سیبستان، گلستان، بوستان،
اینها یعنی یه جایی که یه چیزی در اونجا اکثریت رو داره، محل تجمع یه چیزی هست. وقتی میگیم تاکستان یعنی اونجا خیلی تاک، خوشه های انگور اونجا، درخت های انگور اونجا خیلی زیاده، اکثریت رو داره دیگه. درخت های ممکنه سیب و آلبالو و اینجور چیزا هم وجود داشته باشه، ولی اقلیت اکثریت اونجا چیه؟ حالا و این از نگاه به مرکز، یعنی یه جایی که خودش رو مهم میدونسته. اینجا نگاه کنید آذربایجان، یا آذربایجان خودش رو مهم میدونسته. نگاه کنید اینجاها، حتی اینجاها هم چیز بوده، شما بگید ترک ها بودن، یعنی هندوستان که تحت حاکمیت ترک ها بود، اینجا ترک ها بود و پاکستان و افغانستان و اینجاها و این قسمت ها می اومد تا این قسمت و از سوریه و عراق و اردن و اینجاها برمیگشت. اینجا کلا مرکز آذربایجان بوده به نظر من. در نتیجه میبینیم که آذربایجان استان نیست، خودش مرکزه. چون حالا پیرامون رو از این زیادن بگه ازبکستان، اونجا ترکمن ها زیادن ترکمنستان، اینجا افغان ها زیادن افغانستان، اونجا حالا این بعدن این پاکستان شد، این هندوستانه، اون نمیدونم فلانه بهمانه، اینجا اویغورستانه، این قسمت نگاه کنید این قسمت اویغورستانه، حالا اینجا عربستانه. یعنی جاهایی که نزدیک آذربایجان به عنوان مرکز، از مرکز نگاه میکنه به پیرامون، پیرامون رو نامگذاری میکنه بر اساس دیدگاه خودش. حتی مثلا نگاه اینجا لهستان، مجارستان، نگاه کن اینها جاهاییه که ما بر اساس، حالا الان بعضیاشون مثلا چیز شده دیگه، اسامی جدیده، دولت‌های جدیدی هستند، این دولت‌های جدید اسامی جدید گذاشتن، ولی در اون مقطع ما بر اساس منافع خودمون و به عنوان که ما مرکز جهان بودیم، الان که لندن مرکز جهانه یا نیویورک مرکز جهانه، از اونجا نگاه میکنه میگه من مرکزم نامگذاری میکنم، نزدیک رو هر چقدر به دورتر میرم بر اساس یه چیزهایی که منافع من رو، نگاه من رو مشخص بکنه، تعیین بکنه، من اونها رو نامگذاری میکنم. ما هم اینجا مرکز بودیم، در نتیجه اومدیم اطراف خودمون رو که غیر ماها هم زندگی میکردن و احتمالاً بیش از ماها بودن، یعنی بیش از ترکا بودن، اومدیم نامگذاری کردیم. من اینجوری برداشت من اینجوریه. اینم از این. خب به نظرم کتاب بسیار جالبی بود و من فکر میکنم و پیشنهاد میکنم بهتره که دوستان ما این کتاب رو بخونیم. این کتاب حداقلش اینه که ما رو با سبک نوشتار و ادبیات دوره صفوی، اونم اوایل صفوی، آشنا میکنه. حیف این ویدیو که از بین رفت، در چیز تلفن من، شارژ تلفن من تموم شد و اون خاموش شد. یعنی اون ویدیویی که داشتیم الان تا الان در اینستاگرام میرفت، اون از بین رفت. متاسفانه این اتفاق افتاد. به هر حال امیدوارم که بتونیم برگردیم و این کتاب رو بخونیم و یه مقدار ببینیم این زبان ترکی آذربایجانی چه فرق‌هایی با زبان ترکی امروزیه. آذربایجان، ترکیه، آذربایجان شمالی و ترک‌های دیگر در نقاط آذربایجان، سوریه و عراق و افغانستان و پاکستان و اینها داره. اینها رو هم میتونیم درک بکنیم. موفق باشید.